خیمه‌اش خالی است، خودش بیکار. عائله‌اش از حساب کمک‌های بشری زندگی می‌کند. نیهای عیسی ناچار در این اردوگاه در عراق زندگی دارد چون در زادگاهش موصل جای اقامت نیست. این شهر در شمال عراق را 2 سال پیشتر از دست جنگجویان داعش آزاد کردند، اما ده ها هزار ساکنش که در اردوگاه‌ها پناه یافتند به خانه‌هایشان برنمیگردند. وقتی به موصل برگشتم خانه‌ام را نیافتم چون که ویران شده بود. برای همین دیگر باره به اردوگاه برگشتم. در عراق 1,600,000 بیجا شده باقی ماندند. 300,000 نفرشان فقط از موصل هستند. بسیاری از اردوگاه‌های پناهجویان مثل شهر کامل ولی از خیمه شدند. اداره مهاجرت موصل میگوید روزانه 25 عائله خانه‌های ویرانه را ترک کرده در جستجوی شرایط بهتر به اردوگاه‌ها برمیگردند. منذ عملیات تحریر محافظه نینوا بعد آغاز عملیات برای آزاد کردن ولایت نینوا بیشتر از 14 اردوگاه تأسیس دادیم. در آنها بیشتر از 34,000 خانواده زندگی می‌کنند. بیشتر از 1 سال است که ما هر روز مهاجرت برعکس را می‌بینیم. سازمان جهانی مهاجرت میگوید تقریباً 30,000 پناهجوی بازگشته از موصل در شرایط بسیار بد زندگی می‌کنند. قسمت شرقی شهر کمتر آسیب دیده است، اما در کنار رود دجله شهر کهنه موصل به خرابزار تبدیل شده است. ما ناچار به اینجا برگشتیم، هرچند زندگی اینجا امکان ناپذیر است. مجبور بودیم برگردیم چون در شرق موصل خانه اجاره گران است و ما پول نداریم. برای بعضی عائله‌های ناچار و فقیر عراقی همین خرابه‌ها هم حالا خانه شدند.